салом шунавандагони азиз, тафсили охирин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир дар барномаи тулотии хабарҳои рӯз мешунавед. имрӯз 3 сентябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. имрӯз дар душанбе анҷумани ғайринавбатии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон баргузор шуд, ки дар он вакилон як делона Эмомалӣ Раҳмонро барои ширкат дар интихоботи президентӣ пешбарӣ карданд. дар кори конгресс зиёда аз 1000 вакил аз тамоми вилоятҳо ва шаҳрҳои Тоҷикистон ширкат варзиданд. президенти ҷумҳурӣ ҳамчунин аз ҷониби Федератсияи иттифоқҳои касбаи мустақили Тоҷикистон ва Иттифоқи ҷавонони ҷумҳурӣ барои номзадӣ дар интихоботи президентӣ пешбарӣ шуд. аз 7 ҳизби сиёсии кишвар 5 аллакай дар бораи номзадҳои худ тасмим гирифтанд. ҳамин тариқ Рустам Латифзода ҳамчун номзад аз ҳизби Аграрӣ, Абдуҳалим Ғафуров аз ҳизби Социалистӣ, Саидҷаъфар Усмонзода аз ҷониби ҳизби Демократии Тоҷикистон, Рустам Қудратов аз ҷониби ҳизби Ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон барои номзад дар интихоботи президентӣ пешбарӣ шуданд. یادآور می‌شویم که 5 سپتامبر نیز حزب کمونیستی کشور در انجمن پیش از انتخاباتی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی پیشبری می‌کند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تصمیم گرفته است که انتخابات پرزیدنتی را بایکوت کند. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان روز 11 اکتبر همین سال برگزار می‌گردد. سازمان بین‌المللی مهاجرت با حکومت جمهوری تاجیکستان در یکجایی با بازگشت بیش از 300 مهاجر تاجیک که در مرز قزاقستان و ازبکستان در گذرگاه ژیبک‌ژولی درمانده بودند به تاجیکستان برای برگشتن به تاجیکستان مساعدت کردند. گروه نوی مهاجران تاجیک امروز 3 سپتامبر از مرز این دو کشور توسط نقلیات زمینی به تاجیکستان انتقال یافتند. این عملیات با شرافت تلاش‌های مشترک حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با حکومت‌های قزاقستان و ازبکستان امکان‌پذیر گردید و از جانب سازمان بین‌المللی مهاجرت در این سه کشور هماهنگ کرده شد. پس از تطبیق چاره‌های قرنطینه، سازمان بین‌المللی مهاجرت برای بازگشت بیش از 2100 مهاجر تاجیک از قزاقستان توسط ازبکستان به تاجیکستان مساعدت کرده است. در بین آنها زنان و کودکان، مهاجران مهنتی و دانشجویان نیز بودند که در این نقطه نزدیک سرحد ژیبک‌ژولی در مرز قزاقستان و ازبکستان انتظار گشوده شدن سرحد بودند. ادامه خبرها. در شهر یکاترینبورگ دادگاه یک ساکن محلی را که بیش از 5,000 مهاجر را در منزلش به طور ساخته و قید گرفته است حکم کرد. در این باره کامسомольская правда با استناد به خدمات مطبوعات پروکراتورای ولایت سپرلوفسک خبر داده است. صاحب ملک در 3 ماه از ماه دکبر سال 2019 تا فوریه سال 2020 541 نفر مهاجران را اساساً زادگان آسیای مرکزی را در منزلش ثبت نام غیر قانونی کرده است. بنا به جانب دادستان این زن دیده دانسته که این 541 نفر در منزل استقامتی او زندگی نمی‌کنند و یا امکان زندگی کردن ندارند، اما عملهای خلاقانه خود را ادامه داده و بودجه حدود 5,000 نفر مهاجر را در حدود مرزی و مأموریت فدراسیون روسیه غیر قانونی گردانی نموده است. دادستانی ولایت زن روس را در ثبت غیر قانونی همه شهروندان خارجی در منزل استقامتش ابدار کرد که دادگاه او را گناهکار دانسته 110,000 روبل جریمه بسته است. چون این حالت نیز در سال 2018 در اطراف بقیه‌گیری غیرقانونی در یکاترینبورگ ورد زبان‌ها گردیده بود. آن زمان مقامات یک ساکن محلی را در بقیه‌گیری غیرقانونی 9,000 مهاجر در منزل زیستش ابدار کرده بود. آخر سال 2018 دادگاه ایبنامه جانب دادستانی را در نسبت این ساکن محلی تصدیق کرده و او را 400,000 روبل جریمه بسته بود. تفصیلات مهمترین تحولات آخر تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید.
روسیه پروازهای بین‌المللی را با مصر، امارات متحده عرب و مالدیو از سر می‌گیرد. رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین فرمان دخلدار را درباره برقرار کردن پروازهای بین‌المللی در اساس متقابله با کشورهای مصر 3 پرواز در یک هفته، به امارات متحده عرب 2 پرواز در یک هفته و به مالدیو 2 پرواز در یک هفته به امضا رسانید. غیر از این قرار قبول کرده شده است که بسامد حرکت هوایی با شویتزاریا در یک هفته تا 4 پرواز زیاد کرده شود. 2 پرواز این جانب رو ایروفلوت در خط سر مسکو، ژنو مسکو و 2 پرواز دیگر رو شرکت هواپیمایی سوئیس ایر در خط سر سیوخ مسکو سیوخ راه اندازی می‌کند. قبلا پروازها را هفته یک مرتبه هواپیماهای جنوبی روسیه انجام می‌دادند. گفته می‌شود که ستاد فوری ضد کرونا ویروس در روسیه مانیتورینگ وضع را عاید آموختن حالت واقعی سانیتری اپیدمیولوژی در دیگر کشورها ادامه می‌دهد و در سمت وسیع کردن رویخط جمهوری‌ها برای برقراری پروازهای بین‌المللی قرار مخصوص قبول خواهد کرد. شما تحولات آخرین تاجیکستان و جهان را در امروز مستقیما میشنوید و از روسیه به ازبکستان میرویم. ازبکستان هوا اویلری پروازها به ترکیه و امارات متحده عرب را از 4 سپتامبر از نو برقرار میکند و پروازها با قزاقستان، قرقیزستان و آلمان نیز ماه سپتامبر از سر گرفته میشوند. حکومت ازبکستان از 16 مارس رابطه‌های نقلیاتی مسافربر را با دیگر کشورها بنابر تهدید پنجشنبه کرونا ویروس نوع کووید 19 قطع کرده بود. جمعیت سهامی کشورهای ازبکستان هوا اویلری با کمال خوشنودی از نو برقرار شدن پروازهای منتظم به سمت ترکیه و امارات متحده عرب را به ساکنان خبر می‌دهد. گفته می‌شود در اظهارات شرکت هواپیمایی در صفحه تلگرام از جمله از 4 سپتامبر پروازها از تاشکند به استانبول و دبی برقرار کرده می‌شوند. در این مسیرها در یک هفته تا 4 مرتبه اجازه پروازها در نظر گرفته شده است. طبق اطلاع خدمات مطبوعات شرکت مذکور از 10 سپتامبر این شرکت اینچنین پروازها را به فرانکفورت، از 11 سپتامبر به الماتا و از 14 سپتامبر با بیشکک از سر می‌گیرد. مسافرانی که توسط هواپیماهای ازبکستان، هواپیماهای ترکیه، امارات متحده عرب، قزاقستان، قرقیزستان و آلمان به ازبکستان می‌آیند باید نه دیرتر از 72 ساعت پیش از پرواز معلوماتنامه سنجشی منفی کرونا ویروس را پیشنهاد سازند. ادامه خبرها از ازبکستان به ترکیه می رویم. وزیر تندرستی جمهوری ترکیه فخرالدین کوژا گفت که کشور بنابر طی معرکه‌های سر آدم به اوج دوم کرونا ویروس روبرو شده است. خبر می‌دهد آژانس حریت و گفته باید تعداد حالت‌های نوی گرفتار شده به کرونا ویروس به دلیل رعایت نشدن چاره‌های امنیتی و سانیتری در طی معرکه‌های جشنی افزایش شده است. وزیر تندرستی ترکیه تاکید کرده است که در مجموع وضع ویروس تحت نظارت است، اما افزایش بیماری در آناتولیا مرکزی و جنوب شرقی ترکیه بسیار به قید گرفته شده است. سینان ادیامن رئیس اساتید طبیبان ترکیه گفت که آسایشگاه‌های انتالیا که هزاران سیاحان روس در آن جایگیرند به خروج مقیاس کرونا ویروس روبرو شده است. این طبیب توجه را به آن جلب کرده است که ترکیه یکی از کمترین کشورهایی است که سنجش مسافران را برای کرونا ویروس طلب می‌کند. شما تفصیلات آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید و به شما استراحت با فراغت را تمنا می‌کنیم.